السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را نگهبان باشه. والله که گو حالت میبینیم، اما حالتی که مردم ما عین حال گرفتار هستند. یعنی وقتی هر یک انسان در هر یک سفر خودش میبینه، در هر مساحه خودش، اما آدمایی که در مساحه خودشون همونا را میبینه. وقتی که ما در مساحه جنخوانی هستیم، فقط یعنی ما بیمارا را میبینیم. بسیاری مردم فکر میکنن که یعنی ما همین کارا را مثل یک اسپکتاکل میکنیم، مثل یک اکتور همین کارا را میکنیم. خداوند اون شخصی را که به خاطر پرسمات یا به خاطر اکتوری که پستونا میکنه، الله اونها را خار و ذلیل بگردانه. و شخصانی که فکر میکنن که ما هم کارا را میکنیم و کمیتر قبیح میزنن، خدا اونها را جن بزنه، بعد بفهمن که در اصل جن وجود داره یا نه. و چه خاطر ما یعنی دعای قبیحشون میکنیم، دعای بدشون میکنیم، و سببی که میبینیم که بسیار زور میوایه گریان میشن. بعضی را بگیم خشتومن هاشون سحر و جادوش میکنن، بعضی را زناشون میکنن، بعضی را شوهراشون میکنن. والله میبینی دیلت یعنی چقدر میسوزه. بعضی بیچاره ها با همراه 3 فرزند میبینی شو والله ایگان چی کمبودی نداره. یعنی با همراه همسرت، با همراه همسرش، یعنی با همراه فرزندت زندگیش خوبه، چرا سحر و جادوش میکنن؟ یا که بعضی خواهرها مثال شوهرای خودشون سحر و جادو میکنن، یعنی گرمی و نرمی و دیگه خاک و بلا میکنن. با والله که به این کاراتون به یگان جا نمیرسین. از همون سبب از همتون خواهش، یعنی یگان کست پیش یگان فولبین قوربین دیگه نرین، به خاطر که فکر میکنین که اونها را گرمی میکنین، اونها پیش شما میآین، یا اینکه فکر میکنین که یعنی گرمیشون میکنین مهر محبتشون زیاد میشه. نه، در هر آن چیزی که در او رضاگی الله نباشه و الله که او دالگه و دور نمیره. یعنی بسیاری برادر هستن یعنی گرمی میکنن، زنا را میگیرن، بعد از زن گرفتگیشون پشیمون میشن. و بعضی خواهرها را میکنن همین کارا رو به شوهر خودشون، یعنی از شوهرشون جدا میشن. فکر میکنن که یعنی گرمیش کیسه انه که در اصل یعنی زندگیشون خراب میشه. بعض حالات میشه که بعضی برادرها دیم زن میگیرن یا که سیم زن میگیرن، استطاعت دارن، زنای یکمشون میرون سحر و جادوشون میکنن تا اینکه از او جدا شون و نرمی و گرمی و سیخشون میکنن. اما متاسفانه این نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی که انسان پیش سحر و جادو میره، با وقتی که اونها را قبول میکنه، نعوذ بالله از ایمان خارج میشه. وقتی که انسان که از ایمان خارج شد، الله یگان دعای را قبول نمیکنه. یعنی تو مقابل گفته خدا و رسول خدا کار میکنی. با اون خاطر از همتون خواهش، یعنی چیزی که میخواهین، الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن میفرماید که سوره بقره ده، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هر وقت که بندگان من از من سوال میکنن، ما با اونها قریب هستم. چیزی که میخواهی اجیب دعوت الداعی ده، اجابت میگردن الله سبحانه و تعالی دعای هر یک ما و شما را. هر وقتی که ما از الله طلب میکنیم، چی مشکلی داره؟ الله میفرماید در سوره طلاق که و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر شخصی که تقوا میکنه، هر شخصی که پرهیزکاری میکنه، هر شخصی که از الله سبحانه و تعالی میترسه، الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. یعنی برای ما و شما بسنده است که یعنی تقوا کنیم، از الله بترسیم، از الله طلب کنیم، از همه مشکل ها بیرون باشیم. یعنی ما در دنیا ابدالآباد نیستیم. یعنی همیشه زندگی نمیکنیم که به خاطر عشرت دنیا، به خاطر کیف صفای دنیا، یعنی از آخرت فراموش کنیم، پیش ساحرها بریم و پیش دیگر کارها بریم. الله همه ما و شما را هدایت کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خداوند از یک جا برای ما و شما رزق میده که اونجا حساب نداره. یعنی ببینید که بعضی انسان ها هستن یعنی در حیرت میمونن که بچه خاطر همین برادر با همراه ما مکتب میخوان اما سواد نداشت. این روز چیزاست که صاحب چند تا مگزینه، اما این روز ما با همراه کار کردیم. یعنی چقدر برای چی خاطر ما مثل اون نداریم. یعنی الله چی میگه؟ و ما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خداوند از یک جا رزق روسی برای اونها میده که اونجا حساب نداره، کنار نداره. با اون خاطر رزق و روزی را الله سبحانه و تعالی میده. هر آن چیزی که میخواین از الله طلب کنین، الله خودش حل مشکلات همه چی را الله سبحانه و تعالی حل میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه،
هر شخصی که توکلش به الله میکنه یقینا میدونه، دلش اقرار میکنه، یقینا میدونه که الله سبحانه و تعالی رزق دهنده، الله رزق میده، یعنی الله یعنی حل مشکلات همش حل میکنه. یعنی ما چیکار میکنیم؟ فقط توکل منو به الله میکنیم، نماز میخونیم، دست به دعا میکنیم، از الله طلب میکنیم. وقتی که هر یک چیزی که ما یعنی صدقاً بکنیم الله سبحانه و تعالی قبولش میکنه. با اون خاطر بسیاری برادرها که سحر و جادوشون کردگی هستن، از همتون خواهش یعنی پیش یگان ساحر نرین، دست به دعا کنین، نماز بخونین، شب بخیزین دعا کنین که یا الله دعای ما را مستجاب بگردان. یا الله خود گفتگی هستی و اذا سألك عباده، هر وقت که بندگان من از من سوال کنن ما با اونها قریب هستم. الله در دیگر آیات قرآن میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما با شما از رگ گردن قریب هستم. هر آن چیزی که میخواین از من طلب کنین الله میفرماید. با همون خاطر یعنی هر کجایی که نباشیم، در چی مشکلی نباشیم، از الله طلب کنیم. خداوند خودش دعای ما و شما را اجابت میگردونه ان شاء الله. و همیشه با ذکر باشین، برای که سحر و جادو سلامت بمانیم از سحر و جادو، یعنی خداوند ما و شما را حفاظت بکنه. اول باید نماز بامداد را بخونیم. من صلى صلاة الصبح هو في ذمة الله، هر شخصی که نماز بامداد را خون او در ذمه خداوندی است. و بعد هر یک نماز ما اگر آیت الکرسی را بخوانیم و سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته، این دعا را بخوانیم. و بعد از هر یک نماز بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم این را بخوانیم. اگر بعد هر یک نماز ما و شما سوره فاتحه و آیت الکرسی و سوره قل یا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانیم، ان شاء الله که یگان چیز ضررش برای ما و شما نمیرسونه. و بعد از هر یک نماز اللهم انی اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، این دعا را بخوانیم ان شاء الله که یگان چیز در گرد اطراف ما و شما نمی باشه. و با هر روز اگر ما و شما 100 مرتبه یا 101 مرتبه اگر تکرار کنیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، ان شاء الله که یگان جین نزدیک شده نمیتونه. با هم خاطر یعنی در سخنهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم باید ما صدقاً قبول بکنیم که تا اینکه یعنی باوری مکمل داشته باشیم. بعضیا میگن ها و یعنی دلشون قبول نداره همینه. با همون خاطر یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آسمان سخن نمیگوید. در سوره نجم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آسمان سخن نمیگه، هر آن چیزی که او میگه او از جانب الله سبحانه و تعالی برای او وحی شدگی است. با همون خاطر برادران عزیز، هر مشکلی داریم، هر حاجاتی داریم، از الله منان طلب کنیم. نریم پیش فالبینا، به خاطر گرم نرم کردن نریم پیش فالبینا. در خانه بشینین، جای نماز بدازین، شب دعا کنین که خدایا برای برادران ما و شما توفیق بده، خدایا برای کسانی که یعنی شوهراتون نگهتون نمیکن دست به دعا که خدایا این شوهر مرا توفیق بده، برای راست هدایتش که و رزق و روزی حلال نصیبش بگردان، از راه بد یعنی نجاتش بده، بردش بگردان برای اهدینا الصراط المستقیم. یعنی دعا کنین که خداوند توفیق شما بده. وقتی که شما پیش ساحرا میرین خودتون از ایمان خارج میکنین و سلامتی این برادری که یعنی شما را که نگه نمیکنه سلامتی را از دست میتین. یعنی بعضی خیال میکنن گرمی میکنه، وقتی سحر و جادوش کردی سلامتی را که از دست داد میاد با بالای شما میزنه، با اون با شما بیماری بونی میکنین. با خاطر از الله سبحانه و تعالی بترسین، هر کجایی که نباشین پیش این ساحرای بدبخت نرین. باقی در امان الله باشین. از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین. خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشه، برای ما و شما رزق حلال نصیب بگردانه و عملهای صالحی که نزد پروردگار قبول میشه الله اون عملها را برای ما و شما نصیب بگردانه و تلاوت قرآن خداوند برای هر یکی ما و شما نصیب بگردانه. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.